به نام خدا. با سلام خدمت دانشجوی عزیز. با توجه به اینکه داریم به فصل امتحانات نزدیک میشیم و میدونم خیلی از دانشجو توی حل انتگرال دچار مشکل هستن، یه چند تا انتگرال رو اینجا میخوایم با هم دیگه حل کنیم. خب انتگرال هایی که اینجا من برای شما حل میکنم با استفاده از روش تغییر متغیره. تو روش تغییر متغیر یک عبارت رو مساوی با یو قرار میدیم به طوری که مشتقش هم توی عبارت انتگرالمون باشه. الان اینجا ما 8x2 به اضافه 2 رو مساوی با یو قرار میدیم، ازش مشتق میگیریم، د یو برابر میشه با 16x. میایم توی انتگرالمون جایگذاری میکنیم. البته یه چیز دیگه که هست، اینجا حدود انتگرال گیری داریم، انتگرالمون معینه، باید به حدود انتگرال گیری رو هم بر حسب یو تعیین بکنیم. برای x مساوی با 0 یومون برابر میشه با 2 و برای x مساوی با 1 یومون برابر میشه با 10. خب جایگزین کنیم، میشه انتگرال 2 تا 10 به جای 16x دی x میذاریم دی یو به روی و به جای 8x2 به اضافه 2 هم که میذاریم یو. الان دیگه انتگرالمون به یه انتگرال ساده تبدیل شد، چون میدونیم که یک یوم در واقع مشتق ln یوه. اگه ما ln یو رو داشته باشیم بخوایم ازش مشتق بگیریم میشه یک یوم، پس میشه ln قدر مطلق یو. خب و حدود انتگرال گیریمون هم که 2 و 10 میشه ln، چون اعدادمون مثبته دیگه نیاز به قدر مطلق نیست، ln 10 منهای ln 2. با توجه به خواص لوگاریتم میتونیم اینو به صورت تفریق رو به صورت تقسیم بنویسیم، ln 10 دوم که برابر میشه با ln 5. خب بریم انتگرال بعدی، انتگرال x2 به روی x2 به اضافه 1 دی x. خب اینجا میتونیم هم بیایم صورت رو بر مخرج تبدیل بکنیم و همین که اینجوری عمل بکنیم x2 به روی x2 به اضافه 1 رو یه به اضافه 1 منهای 1 تو صورت اضافه کنیم، کسرمون تغییر نمیکنه دیگه، به اضافه 1 و منهای 1 جمعش صفره، کسرمون تغییری نمیکنه. حالا x2 به اضافه 1 به روی x2 به اضافه 1 میشه 1 منهای 1 به روی x2 به اضافه 1. الان میایم از این انتگرال میگیریم، میشه انتگرال 1 دی x منهای انتگرال 1 به روی x2 به اضافه 1 دی x برابر میشه با انتگرال 1 دی x که همون x هست منهای 1 به روی x2 به اضافه 1. میتونیم انتگرال، میدونیم که انتگرال تانجانت اینورس x، انتگرال 1 به روی x2 به اضافه 1 میشه تانجانت اینورس x، یا به عبارتی مشتق تانجانت اینورس x میشه 1 به روی x2 به اضافه 1. پس میشه تانجانت اینورس x به اضافه c هم که آخر همه انتگرال های نامعینمون باید اضافه بکنیم. خب بریم سراغ انتگرال بعدی. این در واقع یه انتگرال خیلی ساده است، ولی دیدم که خیلی از بچه ها حتی شاگردای خوب توی این انتگرال دچار مشکل میشن. ما این انتگرال رو میتونیم خیلی ساده کسرمون رو به صورت 2 تا کسر بنویسیم انتگرال 1 به روی رادیکال 1 منهای x2 دی x منهای انتگرال x به روی رادیکال 1 منهای x2 دی x. خب الان انتگرال 1 به روی رادیکال 1 منهای x2 بازم یه انتگرال آشناست، انتگرال سینوس اینورس x، یا در واقع اینجوری میتونیم بگیم که سینوس اینورس x مشتقش میشه 1 به روی رادیکال 1 منهای x2. برای کسی که میخواد حل بکنه این مقدمات رو باید بدونه دیگه. خب پس انتگرال اولیمون شد چی؟
سینوس اینورس x. انتگرال دومی چی؟ اینم خیلی راحت میتونیم از تغییر متغیر حلش کنیم. 1 منهای x2 رو برابر با u قرار بدیم. دی u برابر میشه با منفی 2x. ما یه x توی صورت داریم. اگر یه 1/2 به پشت انتگرالمون اضافه کنیم میشه انتگرال 1/2 انتگرال 2x. منها رو میاریم داخل انتگرال. منهای 2x به روی دی x رادیکال 1 منهای x2. ادامهش رو اینجا می نویسم براتون. میشه 1/2 انتگرال، به جای منهای 2x دی x قرار میدیم دی u به روی رادیکال 1 منهای x دارم که u گرفته بودیم. میشه u به توان 1/2 یا 1/2 انتگرال u به توان منفی 1/2 دی x. برای u به توان n داریم دیگه. انتگرال u به توان n رو بخوایم حساب کنیم میشه 1/2 رو بنویسیم اول. 1 به روی n به اضافه 1. اینجا n مون منهای 1/2 و u به توان باز n به اضافه 1. خب این جواب انتگرالمون میشه. خب منفی 1 به اضافه 1 میشه 1/2 که بیاد توی صورت میشه 2. جوابشو اینجا می نویسم به اضافه 2 تا و u به توان منفی 1/2 به اضافه 1 باز میشه u به توان 1/2 یا همون رادیکال u. به جاش میتونیم حالا به جای اون u 1 منهای x دارم قرار بدیم. یه 1/2 هم پشتش داشتیم که این 2 با 2 ساده میشه. میشه سینوس اینورس x به اضافه رادیکال 1 منهای x2 به اضافه c. خب بریم انتگرال بعدی. انتگرال π4 تا π3 دی x به روی کوسینوس به توان 2x تانژانت x. خب بچه ها میدونیم که 1 به روی کوسینوس به توان 2x همون در واقع 1 به اضافه تانژانت به توان 2x. پس الان ما تانژانت x رو داریم، مشتقش هم داریم. چون مشتق تانژانت x میشه 1 به اضافه تانژانت به توان 2x. پس میایم از همین روش تغییر متغیر استفاده میکنیم. یعنی تانژانت x رو برابر u قرار میدیم. دی u برابر میشه با 1 به اضافه تانژانت به توان 2x دی x. بیایم جایگذاری کنیم. انتگرال π4 تا π3 1 به روی u دی u. اینم که گفتیم چی میشه بچه ها؟ 1 به روی u گفتیم در واقع مشتق ln قدر مطلق u. فقط حدود انتگرال گیریمون رو باید پیدا کنیم. اینجا اگر x مون باشه π4 تانژانت x یا همون u برابر میشه با 1 و اگر x مون باشه π3 u مون برابر میشه با رادیکال 3. پس میشه اینجا باید حدود رو جایگزین کنیم. انتگرال 1 تا رادیکال 3 1 به روی u که میشه ln قدر مطلق u. حدودمون هم 1 و رادیکال
3. خب جایگزین میکنیم میشه ln رادیکال 3 منهای ln 1. ln 1 هم که میدونیم بچه 0 دیگه، حالا گذاشتن نگذاشتنش فرق نمیکنه. پس جوابمون همون ln رادیکال 3. میتونیم رادیکال 3 هم به صورت 3 به توان 1 دوم برسیم. ln 3 به توان 1 دوم، 1 دوم رو بیاریم پشت بشه 1 دوم ln 3. که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدارشون.